سرخط خبرها. تلاش نهادهای استخباراتی برای بدنامسازی امارت اسلامی. سهیل شاهین میگوید برخی نهادهای استخباراتی در تلاش پیوند دادن تیراندازی امریکا به امارت اسلامی اند. پاکستان موجودیتش در این منطقه جنایت است که از طرف جهان صورت گرفت. درخواست سازمان ملل از پاکستان بر تجدید نظر درباره بستن گذرگاه‌ها. اسحاق‌دار میگوید احتمالاً پاکستان اجازه ورود اقلام غذایی ضروری به افغانستان را بدهد. اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان یک حقیقت واقعی نیستند. پاکستان چون از کشورهای غریبی یک پروژه داشت. سفر معین زراعت و مالداری ازبکستان به کابل. او در دیدار با همتای افغانی خود بر تقویت همکاری‌ها در بخش زراعت تاکید کرد. ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و تجار بحث و تبادل نظر نمودند. و انتقاد حماس از نقض مکرر آتش‌بس در غزه. سخنگوی حماس از میانجی‌ها خواست مانع نقض آتش‌بس توسط اسرائیل شوند. درود بر شما. بر مجموعه خبری این ساعت از میزه خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 30 نوامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. سرپرست سفارت امارت اسلامی در دوحه اعلام کرد که ممکن است برخی نهادهای استخباراتی تلاش کنند با نسبت دادن حادثه تیراندازی نزدیک کاخ سفید به حکومت افغانستان اعتبار امارت اسلامی را مخدوش سازند. وی در پاسخ به پرسش درباره احتمال نقش آفرینی ISI در این رویداد گفت که هیچ احتمالی از جمله دخالت سازمان‌های اطلاعاتی خارجی قابل رد نیست. گزارش از نسترن امیری. پس از تیراندازی یک شهروند افغان بر نیروهای گارد ملی آمریکا و بازداشت شهروند دیگر افغان به اتهام تهدید تروریستی، سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی در دوحه اعلام کرده است که احتمال دارد برخی سازمان‌های اطلاعاتی تلاش کنند با نسبت دادن حادثه تیراندازی نزدیک کاخ سفید به حکومت افغانستان اعتبار آن را خدشه‌دار کنند. و در پاسخ با پرسش درباره احتمال تاثیرگذاری ISI بر مهاجم این رویداد گفت که هیچ احتمال از جمله دخالت شبکه‌های استخباراتی خارجی رد نمی شود. پاکستان موجودیتش در این منطقه جنایت است که از طرف جهان صورت گرفت. ما همیشه یادآوری کردیم، بازم میگم. هلموت شمیت صدراعظم سابق آلمان گفت تا روزی که پاکستان در این منطقه باشه افغانستان روز آرام نمیبینه. به این اساس اگر جهان واقعا به مقام انسان احترام داشته باشه باید پاکستان تجزیه شود و در مقابل صحبت‌های ترامپ باید تمام جهان یک قیام انسانی و ملی بکنه. در همین حال برخی آگاهان سیاسی معتقدند که امریکا از سوی یک سرباز نیروهایی که خود پرورش داده امروز آسیب دیده و حادثه واشنگتن هیچ ارتباطی با مردم افغانستان ندارد. از سوی دیگر شماری از آگاهان روابط بین الملل نسبت به صحت این رویداد ابراز تردید کرده و میگویند که همزمان این حادثه با بهبود روابط پاکستان و امریکا همراه با موج عملیات روانی اسلام آباد علیه افغانستان به ارتباط با یکدیگر نیست. امریکا خودش یک دولت جنایتکار است و این نیروهایی را که تربیت کرده بود امروز به جان خودش افتاده و آقای حادثه واشنگتن و حمل آقای لکنوال هیچ ارتباط به مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان نداره و متاسفانه و بدبختانه از این حادثه دونالد ترامپ که یک نجات پرست و یک فاشیست است و یک سیاستمدار است که پابندی به هیچ قانون نداره، قانون اساسی امریکا را زیر پا کرده. آقای ترامپ گفت که ما بگرام میخوایم، اگر بگرام طالبان نتن یا امارت اسلامی نتن واقعات خیلی بد در افغانستان اتفاق میفته. تقریبا یک هفته بعد از او اولین بار که یک لویدرستیز یک کشور برای 2 ساعت یک رئیس جمهور امریکا ملاقات میکنه و هم در حضور اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ای خود از سوال برانگیز بوده که چرا رئیس جمهور امریکا چرا هیچ وقتی کار قبلا به وقوع نپیوسته بود
بر اولین بار است که رئیس جمهور یک نظامی یک کشور 2 ساعت باش تنها ملاقات داره و 9 روز بعد از او بالای افغانستان حمله میشه توسط پاکستان. پس از تیراندازی خونین در نزدیکی کاخ سفید که به کشته شدن یک عضو گارد ملی آمریکا و زخمی شدن شدید عضو دیگر انجامید و عامل آن رحمان الله لکنوال شهروند افغان معرفی شد، وزارت خارجه ایالات متحده با صدور اعلامیه روند صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را به گونه کامل متوقف کرد. این تصمیم موج از نگرانی را در میان جامعه مهاجران افغان در آمریکا و هزاران شهروند افغان ایجاد کرده که در کشورهای سوم در انتظار بررسی پرونده‌های مهاجرتی و اسکان مجدد قرار دارند. ساختار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان میگوید که سازمان ملل از این کشور خواسته تا در تصمیم خود برای بستن گذرگاه‌ها با افغانستان تجدید نظر کند. او در نشست خبری در اسلام آباد افزوده که پاکستان ممکن است پس از مشوره با رهبری حکومت اجازه ورود اقلام غذایی ضروری به افغانستان را بدهد. باز هم گزارش از نستر نمیری. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشست خبری اعلام کرد که کشورش تا آستانه اجرای یک عملیات بزرگ نظامی در داخل خاک افغانستان پیش رفته بود. به گفته ساختار، قطر با حمایت ترکیه وارد عمل شد و پیشنهاد میانجیگری میان دو کشور را مطرح کرد، موضوعی که باعث توقف عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده اسلام آباد در خاک افغانستان شد. هر ساعت به طور منظم با من در ارتباط بودند. آنها متوجه شدند که ما ممکن است اقدام نظامی انجام دهیم و درخواست کردند که لطفاً نیروهای خود را متوقف کنید. ما میانجیگری میکنیم و کمک میکنیم. پس از گذشت 51 روز از بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری میان کابل و اسلام آباد، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در این نشست اعلام کرد که سازمان ملل از اسلام آباد خواسته تصمیم خود برای مسدود نگه داشتن این گذرگاه‌ها را بازبینی کند و افزود که وزارت خارجه پاکستان این درخواست را رسما دریافت کرده و کشورش ممکن است پس از مشورت با مقام‌های بلندپایه اجازه واردات اقلام غذایی ضروری برای افغان‌ها را صادر کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی انتظار می رود گذرگاه درخم امروز به صورت محدود و با دلایل بشردوستانه باز شود. اظهارات وزیر خارجه پاکستان نشان دهنده از این است که اولا راه دیپلماسی بسته نشده و هنوز باز است، هم در ارتباط با نقشی را که میانجیگرها یعنی قطر و ترکیه بازی میکنن، هم در ارتباط با اینکه خود پاکستان هنوز هم آماده صحبت درباره قضیه افغانستان و چالش‌هایی که با روبرو است با همکارای بین‌المللی خود است. اما به باور برخی آگاهان سخنان وزیر خارجه پاکستان واقعیت‌های میدانی را منعکس نمی‌کند. به گفته آنان پاکستان سالها پروژه‌های نظامی در منطقه اجرا کرده و اراده جدی برای گفتگوهای صلح نداشته است. این کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های امنیتی اسلام آباد می‌تواند منطقه را بی‌ثبات کند، زیرا این کشور همواره در تعامل با منافع قدرت‌های خارجی قرار دارد. اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان یک حقیقت واقعی نیستند. پاکستان چون از کشورهای غریبی پروژه داشت در خصوص نظامی، چیزی که دستش میشد حملات صورت گرفت تا حتی پایتخت افغانستان بمبار کرد و مناطق مختلفه، چون دوباره با عکس العمل جدی افغانها مواجه شد، خاموش شد و اعتنای به مذاکرات صلح هم نداشتن، دوم شرایطی که مورد قبول نبود. آقای دار همچنین در این نشست با ضروری خواندن ثبات در افغانستان افزوده که پاکستان به تمامی وعده‌های خود عمل کرده و همچنان آماده گفتگو با امارت اسلامی است. معین زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی با معین زراعت و مالداری ازبکستان که در رأس هیئت به کابل آمده دیدار کرد. در این دیدار در مورد صادرات گوشت به ازبکستان، ایجاد باغ‌ها در ولسوالی اندخوی فاریاب و همکاری در بخش تخم‌های اصلاح شده بذری صحبت شده است. گزارش از ناهیتا اندر. صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با معین زراعت و مالداری ازبکستان که در رأس هیئت به کابل آمده است پیرامون صادرات گوشت به ازبکستان، ایجاد باغ‌ها در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و همکاری‌ها در بخش تخم‌های اصلاح شده بذری گفتگو کرد. سخنگوی این وزارت میگوید که معین زراعت و مالداری ازبکستان در این دیدار گفته است که سطح داد و ستد میان دو کشور در سالهای اخیر از 410 میلیون دلار به 610 میلیون دلار افزایش یافته است و تاشکند خواهان گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف زراعت و مالداری در افغانستان است. معین زراعت کشور ازبکستان گفت که سطح داد و ستد میان دو کشور از 410 میلیون دلار
به 610 میلیون دلار افزایش یافته. هدف سفر هیئتشان خریداری گوشت و ایجاد باغات و همکاری در بخش تخم‌های بذری است. همزمان با سفر هیئت ازبکستان، معین اداری و مالی وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی در دیدار با مریم جلیلی مقدم معین وزارت جهاد کشاورزی ایران درباره گسترش صادرات محصولات زراعتی افغانستان و رفع موانع صادراتی گفتگو کرد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که در این دیدار پیرامون افزایش صادرات پنبه و دیگر محصولات زراعتی، تسهیل امور گمرکی، ارتقای کیفیت و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و تجاران گفتگو صورت گرفته است. در این ملاقات نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور درباره راه‌های گسترش صادرات پنبه به ایران و سایر محصولات زراعتی در مورد امکان سنجی افزایش صادرات، تسهیل امور گمرکی و انتقالات، ارتقای استانداردهای کیفیت و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و تجار بحث و تبادل نظر نمودند. با این حال شماره از آگاهان مسائل اقتصادی بخش زراعت را از مهمترین پایه‌های اقتصادی کشور می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که افغانستان با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، نیروی کار فراوان و شرایط اقلیمی مناسب می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در زراعت به رشد اقتصادی پایدار دست یابد و وابستگیش را به واردات کاهش دهد. افغانستان یک سرزمین غنامند از نگاه داشتن منابع طبیعی است، چه منابع تجدیدپذیر باشه و یا هم تجدید ناپذیر. بخصوص در سکتور زراعت هم افغانستان به شکل بالقوه دست بلند داره. هرگاه در این سکتور سرمایه‌گذاری لازم صورت بگیره، توجه لازم صورت بگیره، طبیعتا در امر بادندگی و پویایی اقتصاد سرزمین میتونه که نقش برازنده ایفا کرده باشه. این دیدارها در حال صورت میگیرد که وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی در نشست بین المللی صحت حیوانی در مسکو شرکت کرده که به باور آگاهان میتواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری در بخش های زراعت و مالداری شود. و در خارج از کشور، جنبش حماس بار دیگر از نقض مکرر آتشبس از سوی اسرائیل و تشدید حملات ارتشی رژیم بر بخش‌های از غزه به شدت انتقاد کرد. سخنگوی حماس از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق خواست برای توقف نقض آتشبس توسط اسرائیل اقدام جدی انجام دهند. توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل در نوار غزه که 10 ماه اکتبر وارد مرحله اجرایی شد، از همان ابتدا مورد تردید و شک بود و شکنندگی آن بارها از سوی کارشناسان ابراز شد. توافقی که به باور حماس اسرائیل هرگز به آن پایبندی نشان نداده و هر روز به بهانه‌های گوناگون و پیوندهای مختلف به نقض آن ادامه می‌دهد. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که ارتش اسرائیل شب گذشته حملات زمینی، دریایی و هوایی خود به نوار غزه را افزایش داده و همچنین به تخریب و منفجر کردن خانه‌ها در این بارکه ادامه می‌دهد. به گفته وی، ارتش اسرائیل صبح روز شنبه بر شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه حمله هوایی انجام داد. شبکه خبری الجزیره نیز گزارش داد که پشت خط زرد در محله التفا در شرق شهر غزه نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته است. سخنگوی جنبش حماس همچنین از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق خواست برای توقف نقض آتشبس توسط اسرائیل وارد اقدام شوند. کشتن عمدی 2 کودک توسط اسرائیل در صبح روز شنبه بار دیگر نشان داد که جنگ نسل‌کشی علیه مردم نوار غزه ادامه دارد و حملات صهیونیست‌ها متوقف نشده، بلکه شاخص‌های آن تغییر کرده است. از میانجی‌ها، کشورهای ضامن توافق و طرف‌های حاضر در نشست شرم الشیخ می‌خواهیم که برای توقف نقض آتشبس توسط اسرائیل اقدام جدی انجام دهند و ارتش این کشور را ملزم کنند که به تعهدات خود بر اساس توافق عمل کنند. قطعنامه امریکا درباره غزه که در شورای امنیت تصویب شد، از همان ابتدا با موجی از تردید و نگرانی‌ها مواجه شد. این قطعنامه که در ظاهر با هدف پایان دادن به جنگ، بازسازی غزه و ایجاد ثبات معرفی شد، اما با گفته بسیاری از آگاهان، این طرح در واقع معماری جدید برای مدیریت فلسطین است که میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشد. در طرح ترامپ آمده که یک نیروی بین المللی باید امنیت غزه، خلع صلح، مرزبانی، کنترل تونل ها و انتخاب کمیته ها را انجام دهد، اما این نیرو هنوز وجود خارجی ندارد. آگاهان معتقدند که با توجه به تحت‌شکنی های اسرائیل، کشورهای میانجی از این رژیم ضمانت های بلند بگیرند تا بار دیگر دست به نقض آتشبس نزده و منطقه را دچار تنش و آشوب نکند.
باید از کشور اسرائیل با حضور داشته کشورهای بین المللی ضمانت‌های بالا و بلند امنیتی گرفته شود که در امورات کشور دیگر مداخله نمی نمایند و ضمناً هیچ نوع آتش بس را اینا نقص نمی کنند. تمام مفاد از او قطعنامه و او توافقنامه عملی نمیشه از طرف اسرائیل. اگر او عملی شود خواسته ها و پلان ها و برنامه های صهیونیستی و بلند پروازانه و جنایتکارانه را که نتانیاهو داره و دیگه عملی نمیشه. او میخواد که برای همیشه غزه را در اشغال خود داشته باشه. این در حالی است که وزارت صحت غزه روز گذشته آمار داد که از زمان آغاز توافق آتش بس اسرائیل آن را 535 بار نقض کرده و در این مدت 350 شهروند فلسطینی از اثر حمله هوایی اسرائیل جان باخته و حدود 900 نفر دیگر نیز زخمی شدند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.